مملکت ما فیلمسازی خیلی سخته، خیلی هیتش تنگه. عرضم بزرگتون که مخصوصا طنز خب در و محکم میبندی، اتحادیه درسازان و مسلمان میرن دم وزارت ارشاد تحسن میکنن، یعنی در و محکم بسه به ما توهین کرده. عرضم بزرگتون که این جمله رو چندین بار گفتم، زیر مجموعه علوم انسانیه، تجربی نیست که در واقع دو تا بشه 4 تا، چه حکومت پهلوی چه الان چه حکومت آینده. این چیز نیست، یعنی در واقع با هر مدیری هر ارزم بزرگ تأثیر کنه، شما منعکس نکنید. ارزم بزرگ که با هر مدیری اینجا اینترنتی داره پخش میشه، شما کاری نمی‌کنید. با هر مدیری با هر سلیقه‌ای متاسفانه و خیلی هیته طنز مخصوصا زود با آدما برمیخوره. اینی که من میخوام تشکر کنم از همتون. حاج آقا مسئله‌تون بفرمایید. بایستید که دوستانم شما رو ببینم، خودتونم معرفی بفرمایید. سپاسگزار باشم. باقری هستم از خبرگزاری بسیج. آقا من حکومت امام زمان رو گفتم حکومت بعدی. از اینکه آقای فرخ نژاد اینقدر با اصول پایبنده تشکر میکنه. تو فیلم هم نشون دادن